در نتیجه برگزار نمودن چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن شهر بختر معین و دستگیر کرده شد. نامبرده 13 دکامبر سال 2023 با روی فریب به باوری مرد 50 ساله ساکن نویه کوشانیان در آمده از او یک عدد автомашین تمغه خوندای سناتا و یک عدد автомашین تمغه تویوتا کامری که ارزش عمومیشان 220,000 سومونی را تشکیل میدهد قبول نموده وعده داده است که مبلغ‌هایشان را در مدت 2 ماه برگردانده می‌دهد. اما نامبرده اتومبیل‌ها را فروخته مبلغ آنها را به منفعت شخصیش صرف نموده است. در نتیجه به جبر دیده ضرر مخصوصا کلان رسانیده است. این ساکن بختر به سلسله قلابی‌ها ایبدار می‌شود. وزارت کار داخله گفت که او در 10 حالت از شهروندان 10 ماشین اکثرا گرانبها را برای فروش گرفته تا حال پول یگان نفران نداده است. جمع ضرر به صاحبان این ماشین‌ها رسانده ساکن بختر بیش از 1,100,000 سومانی یا نزدیک $110,000 برآورد می شود. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر بوستان با عریضه زن 32 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 28 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 09:09 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 12 پرو مکس را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 17,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 26 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بلخی عریضه زن 27 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه دکامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 200 سومانی و یک عدد کامپیوتر تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 6,950 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 32 و 31 ساله ساکنان امین نویه صادر نمودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی 2 روز گذشته در 2 صدمه در جنوب تاجیکستان 2 نفر از جمله یک کودک 9 ساله به هلاکت رسیده است. از جمله 14 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 16:50 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا بهادرخان زین‌الله سال تولدش 1993 ساکن نویه کوشانیان هنگام از سمت نویه بلخی به سمت شهر بختر حرکت نمودند در حدود جماعت دیهات ثروت استقلال نویه کوشانیان از حدود دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد نابالغ حضرت قلف سمندر سال تولدش 2014 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ حضرت قلف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. شب 15 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 01:15 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا رامونوف منصور سال تولدش 1987 ساکن شهر وحدت هنگامی از سمت شهر وحدت به سمت شهر نورک حرکت نمودند در حدود جماعت دیهات دکانی شهر نورک از حدود دوره واسطه نقلیات نبرآمده است و ماشین او به قسمت چپ رو برآمده به چقوری تخمینا 100 متر چپ شده است. در نتیجه مسافر автомашین سفر و انزورت سال تولدش 1983 ساکن شهر وحدت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌ها تا 400 نفر به هلاکت رسیده 1200 کس معیوب می‌شوند. 10 نفر از قربانیان این صدمه‌ها متاسفانه کودکانند.